توهین و استفاده از الفاظ رکیک در فضای مجازی باعث ناراحتی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شده و مشکل ایجاد کرده. به نظر شما دلیل اصلی این رفتارها چیه؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202 260 71 10. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکاران هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، به برنامه روی خط خوش اومدین. بارها شاهد بی اخلاقی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بودیم. از حمله و توهین به صفحات اجتماعی بازیکنان ورزشی گرفته تا صفحات هنرمندان. بسیاری معتقدند فرهنگ استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی آموزش داده نشده و باید در این خصوص فرهنگ سازی بشه. شما تا چه حد با این نظریه موافقین؟ آیا این مسئله برمیگرده به پایین بودن آستانه تحمل کاربران؟ به نظر شما علت اصلی این مسئله چیه؟ در یک ساعت پیش رو میتونین با ما همراه باشین. از طریق پیامگیر هم میتونین نظراتتون رو در برنامه منعکس کنین. پیامگیر ما هست 202 382 7205. امشب در برنامه روی خط همراه هستیم با آقای حسین قاضیان، جامعه شناس در برنامه که با هم پاسخ سوالهای ما رو خواهند داد، هم پاسخ سوالهای شما رو منتظرتون هستیم. سلام آقای قاضیان، خوش آمدیم به برنامه روی خط. خیلی متشکرم. منم به شما و بینندگان سلام میکنم. تشکر. آقای قاضیان، خب این یه مسئله‌ای که تحقیقات زیادی درباره اون انجام شده، شما هم میدونم تحقیقاتی کردین، بحث‌های خیلی زیادی هستش. به نظر شما علت اصلی این موضوع چیه؟ چرا اینقدر توهین میکنن و خیلی راحت به خودشون اجازه میدن که از الفاظ رکیک توی این شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن؟ خب من اگر واقعا بخوام وارد بحث علت‌ها بشم، کل برنامه رو باید به من اختصاص بدید و همه وقت رو از شنوندگانتون و بینندگانتون بگیرید. بنابراین اجازه بدید به مرور در طول برنامه و همراه با تلفن‌هایی که میشه این علت‌ها رو بکاویم و پیش بریم. ولی این رو در نظر داشته باشید که اصولا مثلا در زبان انگلیسی بررسی کردن، دیدن در یک روز ما 5 دهم تا 7 دهم کلماتی که به کار میبریم شامل فحش میشه، در حالی که مثلا فرض کنید ضمیر اول شخص رو چه فاعلی چه مفعولی چه ملکی ما 1% به کار میبریم. برای فاصله خیلی زیادی واقعا وجود نداره از این طرف. از طرف دیگه ما در زبان فارسی چنین تحقیقاتی نداریم یا من ندیدم دست کم که ببینیم در زبان فارسی وضعیت چطوره. اما خودمون بالاخره توی خیابون و فروشگاه و مغازه و اینور و اونور دیدیم و شنیدیم و میبینیم که فحش در اطراف ما پخشه و ما بارها و بارها گوشمون در واقع میشنوه در طول روز یا میخونه حتی در این ور اونور. مسئله‌ای که پیش میاد اینه که در شبکه‌های اجتماعی تراکم پیدا میکنه، یعنی ما در طول روز این رو به صورت پخش میبینیم و گسترده و ممکنه کمتر باش مواجه بشیم، ولی وقتی به یک صفحه خاص میریم و تمام اون آدم‌هایی که در طول روزهای مختلف در جاهای متفاوت ممکنه اون کلمات رو به کار ببرن یک جا احتمالاً حضور پیدا میکنن و اونجا این تراکم و غلظتش ناگهان به چشم ما میاد. مثلا در زبان انگلیسی وقتی مقایسه کردن در توییتر اینجا همین تراکم هست، یعنی چیزی حدود 1.5 برابر کلمات رکیکی که معمولا در زبان روزمره به کار برده میشه در توییتر به کار برده میشه. بنابراین این تراکم اینجا هم کاملا محسوس. حالا اینکه علت‌هاش دقیقاً چیه، چه چیزهایی باعث میشه که مردم اونجا راحت تر باشن یا این زبون رو به کار برن، در مورد ملیت‌های مختلف و خصوصا در مورد کاربران ایرانی ممکنه دلایل متفاوتی داشته باشه که اگه اجازه بدید به مرور برای اینکه سخن من هم طولانی نشه در طول برنامه بهش میپردازم. حتما ممنون از اینکه توضیحات ابتدایی رو برامون دادین. حتما در طول برنامه رو سوالات دیگر هم مطرح می‌کنیم. اجازه بدین اول بریم سراغ بیننده‌ای که از طریق تلفن با ما همراه هستن. آقای حامد از اصفهان، سلام، روی خطیم بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت کارشناس محترم. من میخوام از شما و کارشناس محترم این سوال کنم که الان این آمارهایی که میگید واقعا بر اساس چه معیاریه؟ واقعا من فکر می‌کنم اینجوری نیست و این واقعا این که میگید که آقای حامد شما سری زدین به صفحه یکی از بازیکنان فوتبال آقای مسی که خب سر و صدای خیلی زیادی هم کرده بود در ایران، یا اون خانم مجری برنامه مال فوتبال بود، یا همینطور صفحه فوتبال فال فیفا. آیا شما سری به این صفحات زدین یا همینطور هنرپیشه‌های ایرانی؟ ببینید خانم رودی، از کجا معلوم که این ایرانیایی که الان شما نام میبرید واقعا ایرانی داخل ایران باشن و از کجا معلوم که واقعا این افراد شخصیت‌های ساخته شده نباشن؟ شما چجوری میتونید اینو تعمیم بدید به اینکه واقعا اینا ایرانیای داخل ایران هستن؟ حالا فرض بر این بذاریم که اینا ایرانیان خارج از ایران هستن. به نظر شما دلیل اصلی چنین مسئله چیه؟ من فکر می‌کنم ببینید یعنی برآورد من اینه که اون کسایی که ایرانیایی که داخل ایران هستن و در واقع کسایی که تفکرات موافق جمهوری اسلامی دارن از نظر شما افراد بی اخلاقی هستن. کسایی شما که در خارج از ببخشید آقای حامد، شما در ابتدای برنامه ما چیزی بر مبنای اینکه ما اشاره کرده باشیم اینها افرادی از طرف حکومت ایرانن یا اینکه بحث سیاسی داشته باشیم ما داشتیم. این مسئله کاملا مسئله اجتماعی هستش. ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. ما حالا آقای حامد، امثال آقای حامد هم زیاد خواهم بود در طول برنامه. ما اصلا بحث سیاسی نداریم، یه مسئله کاملا اجتماعی هستش. به همین دلیل جامعه شناس دعوت کردیم در برنامه‌مون. حتما بیننده برنامه روی خط باشین تا انتهای برنامه. امیدوارم جواب سوالتون رو بگیرین. آقای رامین از کرج از طریق اسکایپ روی خط، این سلام بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم روزیتا و ادب و احترام خدمت شما و مهمون برنامه‌تون. من فکر می‌کنم که برای بررسی بهتر این موضوع باید به چند تا نکته دقت کنیم. من اول نظر شخصی خودم رو دارم میگم. من فکر میکنم که شبکه صدای آمریکا مرجع ذی‌صلاحی برای بررسی موضوع اخلاق نیست حقیقتا و این موضوع نباید توی اینجا مطرح بشه. اینکه شما خودتون رو توی جایگاهی قرار میدید که مردم ایران رو قضاوت کنید شاید خودش نوعی بی اخلاقی باشه در واقع. اینکه حالا همین اشاره‌ای که شد، تصور شما این باشه که مردم ایران هر کاری انجام میدن بی‌ادبی و دور از اخلاق باشه، یه مقداری غیر منصفانه است. خیلی ممنون از شما که نظرتون رو مطرح کردین. حالا قطعا نظرات دیگه‌ای هم در برنامه خواهیم داشت. صحبت خاصی دارین؟ بله، من میخواستم نسبت به مطلبی که آقای حامد گفتن از اصفهان توضیح بدم و اینکه خب واقعا اینجا ما بحث سیاسی نمی‌کنیم که کسانی که زنگ میزنن و مثلا در برنامه شما یا در فیسبوک یا در توییتر حرفای رکیک به کار میبرن اینا طرفدارای جمهوری اسلامی هستن یا مخالفین جمهوری اسلامی هستن یا چیزای دیگری. خب اینجا بحث واقعا اینها نیست. اینم منحصر به ملت و مردم ایران نیست. همه جای جهان وجود داره. آمار و ارقامی هم که من اشاره کردم ابتدا اتفاقا در مورد آمریکایی است. مثلا فرض کنید تحقیق کردن دیدن که کانادایی‌ها در زبان روزمرهشون بیشتر کلمات رکیک و فحش به کار میبرن تا آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها و برعکس مثلا در بین دوستانشون البته و انگلیسی‌ها برعکس کلمات بیشتری از اینها را از غریبه‌ها میشنون. این بحث و بررسی‌ها نه به ملیت ربط داره، نه به ناسیونالیسم، نه به دادن درس اخلاق، اینکه چه کشوری بی اخلاقه یا مردمش خوبن یا بدن یا چرا باید این کارو کرد چرا نباید این کار. اینا بحثایی است که موضوع لااقل بحث من نیست. بحثی که ما داریم در اینجا مطرح می‌کنیم این است که این پدیده وجود داره، یعنی به راحتی میتونید برید ببینید توی شبکه‌های اجتماعی صفحات بسیاری هست که فحشای بسیاری توش داده میشه، با رکیک‌ترین کلمات اینها به کار برده میشه. این آی پی هاشون قابل کنترله و میشه فهمید که از ایران هستن یا نه و چیزهای دیگری که به هر حال نشون میده نوع زبانی که به کار میبرن، نوع فرهنگی که توی اون زبان وجود داره که یک خارجی لزوما اونها رو نمیتونه حتی با دونستن فارسی تقلید بکنه. همه اینها گواهی این هستش که خب اینا ایرانی هستن و ما اینو نباید خودمون قایم بکنیم. حالا تو شبکه‌های اجتماعی رو قایم بکنیم. در طول زندگی روزمره
که با هر دعوایی ما این فحش و فحشکشی رو می‌بینیم تو خانواده‌ها، تو استادیوم، تو این ور تو اون ور، اینو نباید پنهان کنیم. این درست مثل کاری است که تلویزیون ما میکنه وقتی چند نفر تو استادیوم، یعنی چندین هزار نفر بلند میشن و به داور فحاشی میکنن، میگن عده معدود تماشاگرنما. نه، اونا تماشاگرنما هستن، نه عده معدود، اونا همون تماشاگران و همون مردم عادی هستن که بلند شدن در مقیاس چند هزاری فحش میدن. قایم کردن مشکلات ما باعث نمیشه اینو حل کنیم و فکر کنیم که اگر اینو قایمش کنیم و آوردنش بیرون موجب شرم ماست، به نظر من باعث حل مشکل نمیشه. یکی از معضلات همین هستش که صورت مسئله رو بخوایم پاکش بکنیم. اجازه بدین یک نظر رو هم من براتون بخونم. یکی از کاربرانمون به نام فرشته نوشته این مسئله یه مقدار پیچیده‌تر از این هستش که یک عامل رو براش در نظر بگیریم. میگه به نظر من چندین علت داره. جامعه در حال گذار از یک جو سنتی به مدرن که همین خودش یک نوع گسستگی تفکرات بین نسل قبل و جدید به وجود میاره، تا جایی که حتی اخلاقیاتی که توسط بزرگترها مورد تأکید قرار گرفته توسط نسل جدید مورد تمسخر قرار میگیره و هرچند که در باطن معتقد باشن که کارشون اشتباهه. همینطور بیرنگ شدن اعتقادات مذهبی در نسل جدید. مورد دیگه ای رو که این کاربر اشاره کرده انباشته شدن عقده در دل جوانان، میگه به علت بی‌توجهی مسئولان و برخورد مغرضانه اونها. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشید. با یاست بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. سری زدیم به صفحه یکی از هنرمندان ایرانی، بازیگران ایرانی، رامبد جوان. در صفحه اینستاگرامش مطلبی رو منتشر کرده در رابطه با همین مسئله، توهین و استفاده از الفاظ رکیک. میگه به نظرم دیگه وقتشه با ادعای فرهنگ و نودوستی و تمدن و احترامی که داریم به این روحیه نامهربان و پرخاشگر و بیدلیل معترض فکر بکنیم. در کنار ابراز علاقه و میگه کامنت های انرژی بخش عده‌ای از دوستان یه عده‌ام هستن که روی هر پست و عکسی فقط دارن بالا میرن. این همه تهوع دلیلش چی هستش؟ در ادامه هم میگه که این همه خشم به همه چی جای نگرانی داره. باز هم در انتها میگه دوستشون دارم با اینکه یه عده واقعا شورش رو در میارن. یک توییت هم براتون آماده کردم در همین رابطه. محمد رضا میگه چیزی با سلیقه‌شون نمیخوره، فحش ندین. یکی دیگه ممکنه این رو دوست داشته باشه، توهین نکن هموطن، این همه زور میزنی بیای شبکه‌های اجتماعی که فحش بدی. خب این مسئله رو ما مطرح کردیم که خب توهین هستش، ولی واقعا استفاده از این الفاظ رکیک توی پیام‌های مجازی چه ویژگی‌هایی میتونه برای این اشخاص داشته؟ یعنی واقعا این اشخاص چه ویژگی‌هایی دارن، این کسانی که این پیام‌ها رو میذارن؟ اجازه قبل از اینکه وارد اون موضوع بشیم، چون به اینستاگرام آقای رامبد جوان اشاره کردید، من در تایید اون نکته که قبلا گفتم در مورد اینکه این فضا پر از این فحش است اشاره کنم که چند وقت پیش یکی از بازیکنان پرسپولیس، مهدی طارمی، که پنالتی ها رو خراب می‌کرد، انقدر بهش فحش دادن که اینستاگرامش رو بست و بقیه بازیکنان پرسپولیس هم به حمایت از اون اینستاگرامشون رو بستن. همین هفته که استقلال مساوی کرد جلوی استقلال اهواز و انتظار داشتن هواداران ببرن، انقدر صفحات اینا پر از فحش شد که همشون به اتفاق صفحه‌شون رو بستن. بنابراین نباید اینا رو به نظر من کنار گذاشت و اینا دیگه دو پدیده کاملا جدید و اخیر. برای رسیدن به اون موضوعی که شما مطرح کردید که چه کسانی هستند، باید به نظر من اول فهمید که فحش یعنی چی. چون فحش در واقع یک نوع تخلیه هیجان هست از طریق کاربرد زبان. این تخلیه هیجان دو تا خاصیت اساسی داره. یکی مسکن روانیه، یکی مسکن بدنی، مسکن جسمی. یعنی تحقیقات نشون داده که هم شما وقتی فحش میدید از لحاظ روانی تخلیه میشید، عصبانیتتون رو، حتی غمتون رو از این طریق تخلیه میکنید. هم حتی نشون داده شده تحقیقات که مسکن جسمی هم هست، یعنی برای جسم شما هم گاهی اوقات مفیده. بنابراین بعضیا حتی بر اساس این تحقیق توصیه میکنن که شما اگه عصبانی هستید فحش بدید تا این عصبانیت خالی بشه و جسمتون به عنوان مسکن روش عمل بکنه و کار بکنه. این تحقیق کوچکی نیست، برندگان
جایزه نوبل این تحقیق رو انجام دادن و ساده نیست مسئله فحش به این که ما معمولا باش برخورد میکنیم اینها. بنابراین اگر فحش رو به این معنی تلقی کنیم، همه ما ممکنه در طول روز با این تخلیه هیجان از طریق زبان روبرو باشیم. حالا غلظت یا اندازه یا دوزاژ فحشی که به کار میبریم ممکنه متفاوت باشه و اونجاست که پای شخصیت‌های متفاوت به میون میاد. یعنی شخصیت‌ها بنا به نوع تربیتی که دارن، نوع کنترل‌هایی که از بیرون روشون ممکنه بشه، ممکنه واکنش‌های زبانی متفاوتی برای تخلیه هیجانات خودشون نشون بدن. تحقیقاتی که توی این زمینه شده نشون میده که مثلا به عنوان مثال خیلی روشنه که مردان بیشتر از زنان این رو به کار میبرن. نوع کسانی هم که مورد فحش قرار میگیرن متفاوتن. مثلا در توییتر اون 1% کسانی که بیشترین فالوورها رو دارن، یعنی بالای 68,000 تا فالوور داشتن، بیشترین الفاظ توهین‌آمیز بهشون نصیبشون شده در واقع، و اون کسانی که جزء 10% پایین‌ترین فالوورها هستن، یعنی تقریبا معدل 2.3 فالوور داشتن، اینا کمترین میزان فحشا بهشون به اصطلاح ارسال شده. بنابراین خود این هم گاهی اوقات به اینکه چقدر معروف هستن. بله دقیقاً. و این خیلی مهم برای اینکه شما وقتی تو اونجا حاضر میشید میخواید جلب توجه هم بکنید. یه بازاری است که آدما زیادن و گاهی اوقات اتفاقا فحش وسیله است برای اینکه شما اونجا برجسته بشید، چون اتفاقا همون تحقیقات نشون داده که این توییت هایی که توش فحش و کلمات رکیک است بیشتر ریتوییت میشه تا توییت های دیگه. بنابراین خود کاربران هم متوجه میشن که اگر با فحش در این صحنه حضور پیدا کنن ممکن مورد اقبال بیشتری قرار بگیرن. خیلی ممنون. اجازه بدین دوباره بریم سراغ تلفن ها. آقای سپهر از شیراز روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم ایران دوست. ممنون. جناب خانم ایران دوست، من به نظر من موضوعی رو که قرار دادید موضوع در نگاه کلی خوبه، اما اینکه میاد به طور کلی و مطلق میگید که ایرانی ها در فضای مجازی اینگونه هستن. آقای سپهر، شما اجازه بدین پیش از اینکه شما بخواید ادامه بدین، ابتدای برنامه ما همونطور که اشاره کردیم اولا اینکه برنامه ما مخاطب ایرانی داره، ولی آقای قاضیان اشاره کردن که در کشورهای دیگه هم وجود داره، این فقط مختص ایران نیستش. ما اگر اشاره میکنیم کاربران ایرانی به خاطر اینکه مخاطب برنامه ما کاربر ایرانی هستش، بیننده برنامه ما یک ایرانی هستش که پشت تلویزیون نشسته داره نگاه میکنه، بنابراین ما باید اون رو مخاطب قرار بدیم. در حالی که آقای قاضیان اشاره کردن که در کشورهای دیگه هم وجود داره، شدت و ضعف داره ولی وجود داره در همه جا. بفرمایید. بله خانم ایران دوست، من یه مثال میخوام بزنم. من از شیراز تماس گرفتم. اگر یک نفر وارد شیراز بشه، اولین نفری که برخورد بکنه بهش یه توهینی بکنن، اون باید بگه همه شیرازی‌ها اینطورین. من نمیگم شما مخاطبتون دیگرانن، بله ایرانی‌ها هستن، اما اینکه شما می‌نویسید همه ایرانی‌ها در فضای مجازی اینگونن، این توهینه. هیچ عنوان ما ننوشتیم همه ایرانیان. بسیاری از ایرانیان دیدین که ما در ابتدای برنامه اشاره کردیم. خیلی ممنون از اینکه شما شرکت کردین در برنامه. آقای سلیمی از آمریکا از طریق اسکایپ روی خط هستیم. بفرمایید. سلام. سلام خانم، خسته نباشین. تشکر. وقتتون بخیر. خب من میخوام بگم کارشناستون هم هستین که زمانی که یه مسئله توی جامعه میشکنه، این باعث میشه که متاسفانه فراگیر بشه. نمونهش همین فحشایی که توی استادیوم‌ها میدن موقعی که بازی هست توی فضای مجازی. قبل از اینکه فضای مجازی بیاد توی ایران فرهنگ سازی نشد و متاسفانه الانم که اومد به این مسئله شکست و باعث شد که مردم اگه بخوان یه نظری بدن یا بخوان مخالفت کنن به یه چیزی، ابزار توهین رو انتخاب کنن و این خیلی بده. امیدوارم که یک نهادی، یک فرهنگستانی، یک چیزی توی ایران درست بشه و اینو آموزش بده. حالا شبکه شما هم که این موضوع رو انتخاب کرده خیلی خوبه و امیدوارم که مسئله ها دنباله‌دار باشه و بتونین بیشتر به این موضوعات بپردازین. تشکر از شما که در برنامه شرکت کردین. امیرعلی از سبزوار هم روی خط هستین. سلام، بفرمایید. الو، بفرمایید. بله ببینید، من مسئله که اصلا باش مشکل دارم یه ادعای آقای قاضیان کردن، گفتن این مسئله از طریق آی پی هاشون در فیسبوک و اینا قابل شناساییه.
آیه قاضیان چون گویا سالیانی در ایران زندگی نمی‌کنن نمیدونن که برای اینا که میرن توی فیسبوک از فیلتر شکن استفاده میکنن و آی پی داخلی نمیندازه. بعد ببینید الان شما خودتون تو خارج از کشور هستید، آقای قاضیان هستن، بعضی از کلمات استفاده میکنید محاوره‌هایی رو که افرادی هم که تو ایرانن استفاده میکنن. یعنی این که ما بخوایم بگیم چون فلان چیزی گفته افرادی این که در ایران هستن دارن این کارو میکنن، به نظرم یه ادعای نادرستیه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردیم. متاسفانه آقای قاضیان ما یک عده بیننده داریم که بسیاری معتقد هستن که سازماندهی شده در برنامه شرکت میکنن، همشون تقریبا یک حرف رو تکرار میکنن، نفر اول میاد نفرهای بعدی هم پشت سرش دقیقاً همون مسئله رو تکرار میکنن. از این مسئله که بگذریم، بیننده دیگه ایمون که آقای سلیمی بودن از آمریکا، مسئله فرهنگسازی اشاره کردن. واقعا خب خیلی معتقد هستن که استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی آموزش داده نشده، نیاز به فرهنگ سازی داره. این تا چه حد میتونه صحت داشته باشه؟ اگر اجازه بدید من بذارید به این کسانی بپردازم که شما میگین به صورت سازماندهی شده وارد برنامه میشن. به نظر من اهمیتی نداره، همین که یه حرفایی میگن و بهانه است برای اینکه ما بتونیم حرفمون رو بزنیم کافی است. مثلا یکی از دوستان که زنگ زده بودن اشاره کردن که خب ملت ایران اینطوری نیست و شما چرا به ملت ایران میگید و اینا. من حتی وارد اون بحث نمیشم که اصلا ما گفتیم همه یا گفتیم بسیاری یا حتی چیز دیگری. وارد این بحث بشیم که ما قرار نیست اینجا امتیاز بین ملت‌ها توزیع کنیم، یعنی بگیم این به این ملت کارت صدآفرین میدیم چون خیلی ملت با ادبیه، به اون ملت نمره 0 میدیم چون ملت بی‌ادبی. اصلا قرار نیست چنین کاری بکنیم. این مقدار بی‌ادبی که ما در بین مردم خودمون می‌بینیم کافی است که برای ما مسئله باشه و بخوایم مسئله رو حل کنیم. حالا ما فرض کنید اصلا بهترین و با ادب‌ترین مردم دنیا باشیم، ولی به هر حال این مقدار از بی‌ادبی رو ما به کار می‌بریم. شواهد و نمونه‌های بسیار داره و میتونیم اونها رو ببینیم. اما بپردازیم به ماجرای فرهنگ سازی. ببینید خیلی چیزا از این قبیل هست که شما امکان نداره براشون فرهنگ سازی بکنید، چون همیشه تحولات فرهنگی مؤخر هستن بر تحولات تکنولوژیک. اغلب این اتفاق نمیفته. در خود این کشورها هم که این پدیده ها به وجود میاد اینطوری نیست که اول یک فرهنگی برای مثلا استفاده از فیسبوک ساخته شده باشه بعد فیسبوک متولد شده باشه. اساسا متولد شدن اینها یک جریان تدریجی و رو به تکامله. یعنی فیسبوک امروزی فیسبوکی نیست که آقای زاکربرگ توی دانشگاه خودش روز اول داشت میساخت. ماهیتش متفاوت شده، شکل کاربردش متفاوت شده. بنابراین اگر هم قرار باشه برای چیزی فرهنگ ساخته بشه، این فرهنگ دائما باید ساخته بشه و اغلب هم چنین اتفاقی نمیفته. یعنی چیزی به نام یک مرکز، یک جای خاص که از بالا بخواد برای دیگران تعیین کنه که چجوری وارد این شبکه‌ها بشن نیست. اما تو که در جامعه این اتفاق نمیفته. ماها با هم دیگه ارتباطاتی داریم و این ارتباطات ما یک نقشه درست میکنه، یک مجموعه از الگوها و ارزش‌ها درست میکنه که ما اون رو یاد میگیریم و دوباره تکرار میکنیم. اینجا هم همین اتفاق میفته و بنابراین یه جاهایی که این عامل کنترلی هست، مثلا شما میتونید برید ببینید توی صفحاتی که بحث میشه اما در اونجا خب فحش و فحشکاری هم نیست، چون آدمایی که با همدیگه جمع شدن تحت کنترل یه ضوابطی که با همدیگه عملاً بدون هیچ توافق رسمی روش موافقت کردن دارن حرف میزنن و سطح کلام خودشون رو متناسب با اون فضایی که هست تنظیم میکنن. مثل اینکه شما وقتی وارد یه مجلس، یه مهمونی یا جایی میشید و احساس میکنید خب اینجا نمیشه از اون زبان مثلا کوچه بازار استفاده کرد، باید یه سطح دیگه به کار ببرید. همونطور که ما در جاهای متفاوت مقید هستیم به نحوه کاربرد زبان در اون جای خاص، در فضای مجازی هم همینطوره. در واقع زبان یک پدیده اجتماعی است، مقید میکنه ما را از طریق ساختی که از بیرون بر ما تحمیل میکنه در جاهایی که شما هستید، آدمایی که باهاتون در ارتباط هستن و ایناست که عملا اگه فرهنگ جامعه مردمی بالاتر باشه، با زبان بهتری بتونن با هم حرف بزنن، خود اون عامل مقید کننده و کنترل کننده است برای اینکه اون زبان کمتر به کار بره. اگر نیست پس معلومه که اون زبان هم زبان خیلی باادبانه نیست. خیلی ممنون. اجازه بدین یه سری هم از نظرات رو حتما یه مرور بکنیم با هم دیگه. بختار یکی از کاربران فیسبوک هستش، میگه فرهنگ فحاشی فقط مختص شبکه‌های اینترنت نیست و در تمام جامعه ایران رایجه و این به خاطر زندگی پر از رنج و سختی و تهاجم و زورگویی که مردم ایران شبانه روز تجربه میکنن، نتیجه اون پرخاشگری و فحاشی هستش. فرزان میگه معمولا افراد با گروه‌های سنی خاص، اکثرا کم سن و سال و دسته دیگه افراد متعصب به عقیده خاص، مثلا متعصب به دین یا مذهب، قومیت یا نژاد، اقدام به هتاکی و
توهین میکنن، خصوصا اگر محتوای مطلب برخلاف عقیده اونها باشه. کاربر دیگه به نام مهنگار برامون در اینستاگرام نظر گذاشته. میگه بسیاری از ایرانیان تحملشون کم شده و در اکثر پیج ها بی احترامی میکنن و از کلمات رکیک استفاده میکنن. من فکر میکنم کمتر از 10 دهه هستش که نوعی ادبیات خیلی زشت وارد زندگی روزمره ما ایرانی ها شده. یک سری جملات و فحش هایی که حتی دختران هم استفاده میکنن و متاسفانه فراگیر شده. بابک میگه عقده های شخصی، پایین اومدن فرهنگ عمومی و محدودیت های اجتماعی از عوامل اصلی فحاشی در شبکه‌های اجتماعی هستش. و توییتی هم براتون آماده کردم از یکی از کاربران توییتر به نام بادیه نشین. میگه تو شبکه‌های اجتماعی بحث فایده نداره. اگر نمیتونی نظر مخالف یا حتی توهین کسی رو تحمل کنی، سریع بلاک کن، سردرد برای خودت درست نکن. اینم یکی از راههایی که خب حالا این کاربر پیشنهاد کرده. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. instagram.com/VOA فارسی. همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. شما می‌بینید که چه عده کثیری هستن روی شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، میان و اینها همیشه قصد تخریب دارن. روی شبکه خودتون می‌بینید شما اینا میان سازماندهی شدن نیروهای رژیم هستن، فقط قصد تخریب، دروغ و اتهام رو دارن. همشون هم از یه موضوع فرق نمیکنه. معلومه که اینو سازمان اطلاعات به صورت یک بخشنامه به همه جا میفرسته و همه باید این موضوع رو به دروغ تایید کنن یا روی همون موضوع صحبت کنن. بیشتر از پیش رسوا میشن. اینا نمیدونن که به محضی که دهنشون باز کنن مردم ایران میدونن اینها از نیروهای رژیم هست، چون کسی در موافقت با این رژیم نیست مگر خود نیروهای رژیم. با برنامه روی خط همراه هستین. آقای قاضیان، در ابتدای برنامه اشاره کردین که خب به این عوامل در طول برنامه میپردازیم. اجازه بدین پس برگردیم به همون بحث. حالا چه عواملی باعث پیدایش چنین پدیده‌ای میشه؟ خب میشه از اینجا شروع کرد که فحش در زبان روزمره و در کاربرد معمولی و در زندگی واقعی و نه در شبکه‌های اجتماعی چه وقت اتفاق میفته. اگر اینو بپذیریم که فحش در واقع تخلیه هیجان هست از طریق کاربرد زبان، پس در واقع پشتش هیجان انباشته است. اگر شما جایی برای تخلیه هیجانات نداشته باشید یا شیوهی برای کنترل هیجانات نداشته باشید، خب بدیهی است که ممکنه این هیجانات از طریق کاربرد زبان به صورت فحش تخلیه بشن. پس یکی از عوامل این استش که راهی برای تخلیه هیجان ممکنه وجود نداشته باشه یا مدیریت یا کنترل هیجانات آموخته نشده باشه. این هر دو در مورد جامعه ما صادق. برای اینکه تخلیه هیجان گاهی اوقات در طریق بدن صورت میگیره و بدن باید این آزادی و فراغ بال رو داشته باشه که بتونه این هیجان رو خالی کنه. اگر شما این محیط‌ها رو کم بکنید، بنابراین طبیعتاً ممکنه این اتفاق نیفته. این هیجان ممکنه از طریق فعالیت‌های بدنی، فعالیت‌های جنسی یا چیزهای دیگری تخلیه بشه و انباشته نشه. اما از جهت دیگه، یعنی غیر از مسئله هیجان، مسئله گفتگو هم هست. چون ما از طریق زبان داریم فحش رو استفاده می‌کنیم، باید به این الگو هم توجه کنیم که کجا از فحش توی زندگی روزمره‌مون استفاده می‌کنیم. ما اغلب به دو جور فحش رو به کار می‌بریم. دو تا الگو عمده وجود داره. یکی ابتدا به ساکنه که اون هیجانات رو داره تخلیه میکنه. یکی هم در طول و مسیر یک ارتباط با فرد دیگری که معمولا از طریق گفتگو صورت میگیره. وقتی اون گفتگو به بنبست میرسه و من احساس میکنم هیچ جوری نه میتونم طرف رو قانع کنم نه اون میتونه منو قانع کنه، ولی ضمناً این گفتگو هیجانات رو در من افزایش داده، اونجا جای فحش به میون میاد. این الگو رو شما توی خود شبکه‌های اجتماعی هم میبینید. یعنی وقتی مثلا کسی پستی میذاره، عکسی میذاره یا چیزی، حالا بسته به نوع شبکه‌اش، میبینید که بعضی از همون اول
وارد میشن و کلمات هتکانه و توهین‌آمیز به کار میبرن و اصلا کاری به محتوا، آدم، بحثی که اونجا در جریان هست نیست. اینا همونایین که دارن هیجان رو تخلیه میکنن. اتفاقا در مورد همون توییترهای انگلیسی گفتم نشون داده شده که این تخلیه هیجانات اینطوری خیلی با 2 تا عامل ارتباط داشته، یکی با عصبانیت، یکی با غم و ناراحتی. این دوتا خیلی همبستگی نزدیکی نشون دادن با کاربرد زبان فحش‌آمیز. اما یه جایی هست که گفتگو صورت میگیره و وقتی طرفین به بن‌بست میرسن اونجا فحش و فحشکاری در واقع از طرفین یا ممکنه حتی یک طرف شروع بشه. خب اینجا رو اگر دقت کنیم شاید به این دلیل باشه، یعنی دلیلی که اینجا میشه براش پیدا کرد این است که ما مدار و مسیر گفتگو رو خیلی نمیآموزیم، یاد نمیگیریم که با هم چگونه گفتگو کنیم. یه عوامل زمینه‌ای هم برای این مسئله هست، مثلا عدم تحمل، تعصب و غیرت شدید روی عقیده هایی که داریم و فکر می‌کنیم که این عقیده ناموسی است و اصلا از جاش تکون نباید بخوره. کرده بود به همین مسئله. بله دقیقاً. که اگر اینو بذاریم کنار مثلا واویلا شده. بنابراین اصلا بعضی از موضوعات رو قابل مذاکره و گفتگو نمیدونیم و وقتی اگه کسی بخواد وارد حریم گفتگو بکنه ما همونجا توقف می‌کنیم و اگه طرف بخواد ادامه بده اون وقت کاربرد زبان فحش اینجا جا پیدا می‌کنه. بنابراین این دو تا الگو شاید توضیح بده برخی از عواملی رو که ممکنه پشت زبان فحش‌آمیز باشه، یعنی هیجانات، عدم تحمل و تعصب روی عقاید و یاد نگرفتن شیوه‌های گفتگو یا شیوه‌های تخلیه هیجان. خیلی ممنون. برمیگردیم به تلفن‌ها و اسکایپ. آقای آریو برزن از شیراز روی خط هستین از طریق اسکایپ. سلام، بفرمایید. متشکرم. با توجه که مملکت یعنی جامعه اسلام زده مثل ایران مثلا در دوران خیلی قدیما مسائل مشکلات خاص خودش داشته و در یک شرایط گذشته فعلی هم در دوره اصلاحات نخبگان و ادبا و شاعران خودشو داره خفه میکنه و میکشه و یا در یه موقعیتی که رئیس جمهورش خود رئیس جمهورش این بی‌ادبانه میاد با اون ادبیات خودش اینجور کلمات رو به کار میبره، خب واضح هستش و بقیه هم که میان دسترسی پیدا میکنه به سیبسا اینا خود یه آموزش غیر بی‌ادبانه هم ترویج داده میشه. کلا این قضیه هستش و نهادهای فرهنگی و نهادهای ادبی رو هم سرکوب میکنن و هیچ کاری نویسنده توی زندانن، شاعرها توی زندانن، انسانهای خوب همه در به در آواره. به این وضعیت هست شما چه توقعی داری از یه جامعه اسلام زده مثل ایران یا مثل هر جای دیگه که بخواین این کلمات رو به کار ببرن؟ خب این یه قضیه هستش که ریشه در همه چیز داره، تاریخ داره، جامعه خودش داره، آموزهایی که یاد میگیرن. متشکرم، موفق باشید. خیلی ممنون آقای آریو برزن. بهمن از کانادا روی خط هستین. سلام، بفرمایید. درود بر شما، سپاسگزار هستم. من یه مقداری فکر میکنم برنامه داره از جهت خودش منحرف میشه، برای اینکه ما این مسئله رو بایستی به این صورت ببینیم که درسته که در همه کشورهای دنیا از واژه‌های بد استفاده میشه، ولی در کشورهای دنیا بیشتر استفاده های انفرادی و شخصی داره، ولی در ایران به صورت دیگه‌ای هست. در ایران این واژه‌ها بیشتر یا از طریق دولت هست برای مردم و یا از طریق مردم هست برای دولت و جمهوری اسلامی سرانشون هم خودشون از این واژه‌ها استفاده میکنن. شما حساب بکنید که آقای خامنه‌ای سخنرانیاشون شما پخش کنید همش توهینه. و یا آقای بهمن حالا از این مسائل که بگذاریم، ولی خب بحث مسائل اجتماعی هم هستش. خب در ابتدای برنامه نمونه‌هایی اما گفتیم، حالا از فیسبوک آقای مسی گرفته که یک بازیگر فوتبال هستش تا بازیکنان فوتبال در ایران، همه اینها هم هستن. اینا حالا افراد سیاسی نیستن، از یک قسمتی هست ولی کل قضیه نیست که. ولی معمولا استفاده واژه‌ها توسط مردم نتیجه سرکوب فرهنگی و سیاسی و اجتماعی است که این فشار رو مردم باید چجوری خالی بکنن. حالا اون قسمت ورزشی یه قسمتی از به اصطلاح کل این البته
هنرمندا هم هستن، تنها بله فقط آنها یک هم نمونه گفتن. این هنرمندا هم اینا هم مورد بی‌حرمتی قرار گرفتن و به اینها حرفای رکیک زدن و شما خودتون بارها این اخبارا رو پخش کردید و در نتیجه اینه که مردم در حال احساس خستگی میکنن، احساس اینو میکنن که بهشون تحقیر شدن. اینا تحقیر شدن. این مردم دارای فرهنگ خیلی بهتری بودن و حالا کسانی که دارای فرهنگی نبودن اومدن و دارن اینا رو فرهنگشون رو عوض میکنن، اجازه فعالیت‌های سیاسی که بهشون نمیدن و اجازه اینه که حق حقوق خودشون رو بگیرن نمیتونن، اعتراض نمیتونن تو خیابون‌ها برن برای تظاهرات یا برای درخواست کارهای تاراج ملی و بیت المال که هر روزه ادامه داره و میگن کشش ندید، تازه میگن کشش ندید، صحبتش نکنید، یعنی سنبلش کنید، بخورید و برید. ببینید همین اینا مردم در خودشون جمع میکنن تا یه روزی مثل همون جریان 10 سال پیش میشه که میان میریزن تو خیابون. خیلی ممنون آقای بهمن که در برنامه شرکت کردین. آقای یاسر از شهریار روی خط هستین، سلام بفرمایید. ببخشید آقای یاور. سلام. وقتتون بخیر. من از شما و آقای قاضیان درخواست می‌کنم در حد 1 دقیقه من به عنوان مخالف با شما در همین زمینه صحبت کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای قاضیان اینو توضیح بدین که مردم ایران بدترین توهین‌ها و فحشا رو دارن از همین شبکه‌های اپوزیسیون میشنون. همینا که دارن اسم ایرانی رو یدک میشن. وقتی بینندگان مخالفین خودتون رو موضوع می‌بینن یه تماس از پیش ثبت شده رو برای توهین به همین بینندگان پخش کنین. خانم ایران دوست، وقتی همین الان یه بیننده زنگ میزنه دین تمامی مردم ایران رو توهین میکنه، شما با جان و دل گوش میکنین، اول یه سوزن به خودتون میزنید، بعد یه جواب بگیرن. وقتی تو همین برنامه به مردمی که تو انتخابات تو تظاهرات شرکت میکنن میگین اینا گشنن و برای ساندویچ و سکه اومدن بیرون، بدترین توهینا دارین به مردم ایران میکنین. چرا دارین به دیگران میگین؟ شما اول خودتون مورد توهین. چرا مردم ایران وقتی میرن انتخابات دارن میرن شما تو همین شبکه گفتن بهشون میگن این گوسفندن، اینا نفهمن. اجازه بدیم من صحبت شما رو قطع بکنم به خاطر اینکه شما کاملا خارج از بحث ما دارین صحبت میکنین. به هیچ عنوان از شبکه صدای آمریکا چنین الفاظی استفاده نمیشه. این الفاظ رو شما استفاده کردین. منم از بیننده ها عذرخواهی میکنم به خاطر کلماتی که شما استفاده کردین در برنامه ما. اشکان از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام به شما و کارشناس برنامه. تشکر. خانم ایران دوست، من واقعا در حضور این مردم امیدوارم شما حرف من رو قطع نکنید و اجازه بدید من نظرمو بگم اینجا روی خط. من میخوام خواهش میکنم، هرچند میدونم این کارش خواهد شد، من میخوام بگم شما پیام ها رو دارید برای خودتون انتخاب میکنید، یعنی اون پیام های ضبط شده رو طرف داره میگه برنامه شبکه اجتماعیه، این برنامه اجتماعیه، اما طرف خودتون داره یه انتخاب شده میذارید که برنامه رو سیاسی کنه و بعد به همه مخاطبین توهین کنه، بگه این مخاطبین اینها مزدورن، اینها، یعنی هر کس با صدای آمریکا مخالف بود، هر کس نظرش فرق میکرد مزدوره. شما دارید به هر بیننده‌ای توهین میکنید. فقط کسی که موافقتون باشه آقای صفیری که دیگه بماند، ایشون اگر یک کلمه مخالف بگن اصلا باید پانتومیم ما نگاه کنیم، صداقت، تصویر. آقای اشکان حالا این مسائل رو بذارین کنار. به نظر شما علت اصلی این مسائل چی هستش؟ به نظر شما چرا کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی حمله میکنن این دفعه به پیج یک هنرمند؟ درست. من اجازه بدین اتفاقا با نظر کارشناستون تو این قضیه موافقم. ایشون میگن که اخلاق و اینها برای هر کسی یه ملاک و معیاری داره. خب شما ایرانیای مسلمون ایرانی با اون ملیت و تمدن رو یه افرادی مثل شما میان برای ما درباره بی اخلاقیشون صحبت میکنن. آخه صلاحیت ندارید شما اصلا ملاک. خیلی ممنون از شما که تماس گرفتین. دیدین که نظرات مخالف شما هم بود، نظرات موافق شما هم اومدن در برنامه صحبت کردن. البته آقای قاضیان جواب شما رو همون ابتدای برنامه دادن که ما بحثمون این نیستش که بخوایم تفکیک بکنیم و بگیم این ملیت بده اون ملیت خوبه، ولی باز هم متاسفانه ما این بحث رو داریم دنبال میکنیم، یعنی این حرفا داره تکرار میشه. آقای قاضیان حالا خیلی هم معتقد هستن که اینها برمیگرده به عقده‌های شخصی پیامگذاران. توی نظرات هم ما داشتیم. واقعا تا چه حد این صحت داره آقای قاضیان؟ من مجدد عذر میخوام از اینکه قبل از اینکه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم ناچارم برگردم به سخن کسانی که تماس گرفتن. ببینید یک به اصطلاح گرایش روانی همیشه در بین ماها وجود داره
که وقتی یک مسئله روبرو میشیم باهاش، به جای حل اون مسئله یا برخورد با اون مسئله، سعی میکنیم یه مسئله دیگه ای رو پیش بکشیم، بگیم اونجا هم یه مسئله دیگه هست. بسیار خوب، بله اونجا هم یه مسئله دیگه هست، ولی ما فعلا داریم در مورد این مسئله حرف میزنیم و وجود اون مسئله کمکی به حل این مسئله یا دور ریختن این مسئله نمیکنه. فرض کنید که اصلا VOA یا همه شبکه‌های ایرانی یا همه مخالفان ایرانی که در خارج هستن همه فحاش و بدزبان اینا هست. بسیار خوب، ولی آیا مشکل ما رو حل میکنه که یه عده‌ای هستن در ایران هموطنای ما که زبان بد به کار میبرن یا در اینجا هستن که بد به کار میبرن؟ این رو که حل نمیکنه. بنابراین پیش آوردن اون فقط خلط مبحثه، فقط برای اینکه ما اون مسئله رو دور بریزیم یا قایمش کنیم یا شرممون بشه که بهش نگاه بکنیم. ولی واقعا اگه بخوایم مسئله رو حل کنیم، درست اونا همه مسائلی هست که در جای خودش باید بحث کرد و موضوع کار ما نیست در اینجا و ما می‌خوایم راجع به اون مسئله بحث کنیم. بنابراین پیش آوردن اونها به معنی نفی اون مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم نیستیم. یکی از بینندگان شما هم در مورد نقش حکومت در این موضوع صحبت کردن. بعضی از بینندگان ممکنه تصور کنن که این بحث رو سیاسی میکنه، ولی خب برای واقعیتی است اجتناب ناپذیر. یعنی نوع طبقه حاکمه، زبانی که به کار میبره کاملا تاثیر داره تو رواج زبانی که به کار برده میشه. اینجا هم شما الان ببینید طرفداران رونالد ترامپ چه زبانی به کار میبرن و خودش چه زبانی به کار میبره. این یک رابطه است. همونطور که طرفداران آقای احمدی نژاد اون زبانی رو که ایشون به کار میبرد میپسندیدن و بسیاری حتی کسانی که از خارج آمده بودن ایران برای ایشون دست میزدن در موقعی که کلمات توهین‌آمیز به کار میبرد. اینا همه ما مردم ایران هستیم، کسایی نیستن که خارج واردشون کرده باشن ریخته باشن تو ایران. وقتی اینا رو میبینیم باید توجه کنیم که این رابطه متقابل بین حکومت و مردم هم ممکنه در این زمینه تاثیر داشته باشه، خصوصا نوعی از خرده فرهنگ لاتی که از طریق یه بخشی از اون قشر حاکمه توی این دو دهه اخیر در وقتی که رهبر دوم مسلط شد بر اوضاع وارد شده از طریق فرهنگ مداحی که یک زبان نسبتا خاصی هست و شما می‌بینید حتی در رادیو تلویزیون رسمی هم این زبان ترویج میشه و اون نوع از زبان کم کم انقدر رایج شده که ما دیگه اون شناعتش رو احساس نمی‌کنیم. اما برگردیم به مسئله عقده‌های شخصی. اتفاقا یکی از تئوری هایی که مطرح کردن همینه، اما نه تحت عنوان عقده شخصی که کسی طرف چیزی داره و حتما میخواد اون رو اون پشت پنهان کرده و یه جای خالی کنه. اونو از طرق دیگری به نظر من باید توضیح داد و کمتر راجع به عقده‌های شخصی به عنوان عامل محرک به اصطلاح کاربرد زبان استفاده شده، مگر در رابطه فرد به فرد، یعنی فردی که با اون شخص معین یک ارتباط خاصی داره و اون مشکل قبلیش رو به صورت فحش اینجا ابراز میکنه. خیلی ممنون. آقای علی از ترکیه از طریق اسکایپ روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام، با درود و از ادب به همکارتون. من میخوام وارد مقوله خود همین مسئله بشم. جناب قاضیان بایزه، شما میخوام بگم فحش و ناسزا و عکس العمل یا پرخاشگری عکس العمل یک عملیه و اون عمل هم تحت شرایطی قرار میگیره. پس باید شرایط زیست محیطی رو بررسی کنیم. ببینید وقتی ما میبینیم در حالت عادی هیچ بشری انعکاس تندی انجام نمیده، یعنی عکس العمل نداره، عادیه. ببینید این عکس العمل بعضی جامعه شناسا فردی میبینن هر دو درسته، میگن اگر 10 رو اصل 10 رو دستمون باشه 10 تا 1 توشه. بعضی میگن نه 1 ها رو باید ساخت به 10 رسید. هر دو درست میگن، اما اون عمل 10 درسته. یعنی چی؟ یعنی اون جامعه وقتی صدا سیما، مطبوعات، رسانه‌های آموزش و پرورش، همه اینا اگر عمدتاً دارای قانونمندی خوبی باشه، طبیعتاً همون مسئله 10 اصل تصفیه 1 رو زودتر جذب میکنه. ما ببینید قالب‌های ذهنی هر فردی، ما 35 میلیون بودیم الان شدیم نزدیک 80 میلیون. پس نصف جمعیت ایران قالب‌های ذهنی در یک جامعه بحرانی شکل گرفته. اوایل انقلاب، بعد جنگ و همش ببینید در این 30 چند سال آیا شعاری رو کسی اومد بیرون یک بار اومدن بگن درود بر عشق، درود بر زیبایی، درود بر دوست داشتن؟ وقتی ما شعار مرگ کسی رو میخوایم یعنی دوست داشتن بلد نیستیم، یعنی به ما یاد ندادن. یعنی من به بچه‌م یاد ندادم عشق رو بفهمم یعنی چی، یاد ندادم انعطاف پذیری یعنی چی، یاد ندادم مسالمت یعنی چی، یاد دادم به همه بگه مرگ، همه بدن جز ما. ببینید اینا اثراتیه که انعکاسش هم فحش دادن میشه. شبکه‌های مجازی محدوده، همین شبکه شما محدوده.
صدای سیمای جمهوری اسلامی، یعنی 70 میلیون نباشه حداقل 50 میلیون نگاه میکنن. رسانه ها ما سیلی میزنیم، ما مش میزنیم، خب انعکاسش همینه. متشکرم. خیلی ممنون از شما. آقای عطا از سوئد روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. سلام قربان، روز شما بخیر و مهمان گرامیتون. من امیدوارم که صدای منو مسئولین فیسبوک بشنون، چون من به یک موضوع برخوردم. مشکل اساسی خود سازمان فیسبوکه. من میام منزل شما یا سر کار شما میتونم یک فیسبوک باز بکنم، خیلی راحتم به من میده. بعد کدشو عوض میکنم یا خود فیسبوک شما رو کدشو عوض میکنم، بعد میام عکسو عوض میکنم و شروع میکنم به مردم فحاشی کردن و یا عکسای خیلی خیلی ناجور. من 2 نفر مرد رو به رؤیت کردم، 2 تا مرد که صاحب. حالا اجازه بدین، ببخشید آقای عطا، اجازه بدین حالا خیلی به مسائل ریز اینی که شما می‌خواید مطرح بکنین نپردازین. به نظر شما علت اصلی این معضلات چی هستش؟ خب معضل خودش یه معضله که من یک مرد بیام فیسبوک شما رو بردارم، عکس شما رو عوض بکنم، به عنوان یک زن خودم رو معرفی بکنم و هر چی دلم میخواد به هر کی بگم، خودش یه معضل بزرگیه. اغلب اینا ناشناس این کارو میکنن. شما راهکار رو در چی میبینید؟ خود سازمان فیسبوک وقتی من خواهش ازش میکنم، میگم آقا من این کدمو گم کردم، اینو حذفش کن، نمیکنن این کار. نه کد منو به من میدن نه حذف میکنن. باید فیسبوک منو حذف بکنن. این کار باید اینا انجام بدن. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. آقای علی از هلند روی خط هستین، سلام بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام. شبتون بخیر. من در حقیقت در رابطه با این برنامه من هرگز در شبکه‌های اجتماعی به هیچ کس توهین نمی کنم ولی میخواستم از آقای قاضی‌پور اگه اشتباه نکنم سوال کنم. ببینم، من اولا در یک خانواده خیلی مذهبی بزرگ شدم و هرگز خانواده من از فحش استفاده نمی کنن. هرگز پدر من حزب اللهی بود و هرگز ایشون از فحش استفاده نمی کردن و حتی اگر یه موقعی من استفاده می کردم ایشون خیلی ناراحت می شدن. اینو برای اون افرادی میگم که فکر میکنن که ما مسئلمون به حزب اللهی هاست یا به این که افرادی از رژیم. نه، این نیستش. من تو خانواده مذهبی بزرگ شدم و واقعا هیچ کس از فحش در خانواده من استفاده نمیکنه. من فقط مشکل خودم اینه که خیلی از فحش استفاده میکنم در اثر فشارهای عصبی که تو زندگی داشتم و شدیداً تو فشار بودم. داستانش خیلی طولانیه و این موجب شده که در اثر فشارات اجتماعی و غیره که به من اومده، من از فحش خیلی استفاده میکنم و شرمنده میشم. در شبکه‌های اجتماعی هرگز، در میان مردم هرگز، ولی در چیز خصوصی حریم خصوصی خودم واقعا آدم بددهنی هستم و خجالت میکشم از این مسئله، ولی این به من آرامش میده. من چیکار باید بکنم در ازای اینکه از این مسئله بتونم فرار کنم و جزء افرادی باشم که حداقل مؤدب صحبت، من بی‌ادب حرف نمیزنم ولی فحش خیلی استفاده میکنم. حتما پاسخ آقای قاضیان رو خواهیم شنید. ممنون از شما که تماس گرفتید. بفرمایید آقای قاضیان. همونطور که من توضیح دادم، تحقیقات نشون میده که برای فحش یه عامل مسکن روانی و مسکن جسمی است، هر دو. یعنی هم میتونه شما رو آرام کنه لحاظ روانی، هم به جسم شما حتی آسایش بده. بنابراین به همین دلیل هم گاهی اوقات توصیه میکنم فحش بدید، اما خب طبیعی است که نه به دیگران، بلکه شما ممکن در خلوت فحش بدید و این تخلیه هیجان در واقع باعث بشه که شما آرامش پیدا بکنید. طبیعی است که مشکل ایشون با روانشناساست و ایشون باید به روانشناس مراجعه کنن که اونها بهتر میدونن باید چیکار کرد. ولی اون مقداری که تحقیقات در این مورد انجام شده همین رو نشون میده و ایشون هم در واقع میگن که این هیجانات و تراکم یا انباشت اون عصبانیتی که در این به اصطلاح شکل ظاهر میشه که این در واقع همون تعریفی است که از فحش دادیم. ممنون. آقای قاضیان، من فکر کنم زمانمون خیلی کوتاهه ولی من یه سوال دیگه هم دارم، اونم این که اکثر این توهین‌ها جنبه جنسیتی و جنسی داره. چرا؟ خیلی این نکته ظریف و مهمیه به نظر من. برای اینکه اگر ما فرض رو بر این بذاریم که یک، فحش عبارت است از تخلیه هیجانات با کاربرد زبان
وقتی این هیجانات خیلی زیاد باشه باید به شدیدترین شکل خودش ظاهر بشه. این شدیدترین شکلش از طریق زبان در کاربرد کلمات جنسی است، یعنی اشاره به اعمال جنسی، اشاره به آلات جنسی، اشاره به اندام‌های جنسی و چیزهای دیگری از این دست. چرا؟ برای اینکه جنسیت در فرهنگ ما و در بسیاری از فرهنگ‌ها البته پدر سالاران است، مرد سالارانه تعریف شده، بنابراین توش نوعی از رابطه نابرابر بین دو جنس وجود داره و مسئله ناموس هم از طریق همین ماجرا به وجود میاد. فحش ناموسی هم از اینجا بیرون میاد، چون فحش ناموسی در واقع شدیدترین فحشی است که شما میتونید بدید و اگر فحش رو به معنی تخلیه و هیجانات برای غلبه و قدرت بیشتر پیدا کردن نسبت به کسی که مورد فحش قرار میگیره به دست بیاریم، اینجا شما بالاترین حجم غلبه رو از طریق کاربرد کلمات ناموسی به دست میدید، چون ناموس اون چیزی است که شما باید بهش حمله بکنید و فتحش کنید و خرابش کنید تا فحش مؤثر واقع بشه. بنابراین کاربرد اون کلمات ناموسی یا جنسی در فحش اتفاقا نشون میده که فحش رو قوی‌تر و کارآمدتر میکنه و اثرش رو بیشتر و بنابراین تخلیه رو هم از درون بیشتر. بنابراین در مکانیزم درونیش در واقع کاربرد کلمات جنسی و ناموسی نهفته است و پذیرش اجتماعیش هم نشون میده که این کار میکنه و جلو میره. خیلی ممنون. من فکر کنم آخرین تلفن رو هم خواهیم داشت. آقای فاضل از ایران روی خط هستیم. بفرمایید، زمانمون خیلی کوتاهه. الو، بفرمایید. ببخشید من میخواستم در مورد یه مقاله‌ای که من قبلا خوندم در مورد آقای فاضل خیلی سریع اگر بفرمایید ممنون میشم. من فکر کنم ارتباطمون با آقای فاضل قطع شد. یکی از نظرات رو من براتون میخونم در ثانیه‌های پایانی برنامه. علی میگه ما فرهنگ استفاده از خیلی چیزها رو بلد نیستیم، نه به خاطر اینکه نمیخوایم، چون یادمون ندادن. سجاد میگه اینقدر جلوی دهانمون رو توی دنیای واقعی گرفتن که عقده هامون رو توی دنیای مجازی خالی میکنیم. سپهر هم نوشته بعضیا که سازماندهی شده هستن و بعضی‌ها چون توی جامعه بهشون زور گفته میشه از این طریق تلافی میکنن. کاوه هم نوشته همین الان به کسی اگر بگی یک صحبتی رو بگی که باهاش اعتقاد نداشته باشه و مخالف اون باشه، شروع میکنه به حرفهای نامربوط زدن و فرهنگ انتقاد پذیری متاسفانه در بسیاری از ایرانی ها پایین هستش و افراد از الگوهای خوب جامعه برخوردار نیستن. این قطعا نیاز به فرهنگ سازی داره و غریبه هم یکی از کاربرانمون هست که اشاره کرده به فرهنگ پایین اجتماعی. من عذرخواهی میکنم از مانی که از تهران روی خط موند و وقت نشد که باشون صحبت بکنیم. اما برنامه فردا شب، ایران پس از لغو تحریم‌ها و عقد قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس در صدد نوسازی ناوگان هوایی خودش بر اومده. هرچند کارشناسان نیاز واقعی ایران رو 600 فروند ذکر کردن، اما همین تعداد هم میتونه ایران رو به بازارهای جهانی و منطقه‌ای حمل مسافر برگردونه. به نظر شما این اقدام تا چه حد میتونه اشتغالزا باشه و در امنیت پروازهای داخلی ایران مؤثر واقع بشه؟ شماره پیامگیر 22382 727205 منتظر پیام‌های شما هستیم. تا فردا، روز و شب همه شما خوش. ممنون. این صدای آمریکاست.